استاد من یک سوال الحمدلله. از دو خواهش دارم. همین سوال من همین استاد جان که همین زکات مال در آدمایی که طالب علم هوایو دبتیم درست است یا نه؟ مثلا در اسلامی میگن راستش یک برادر و میگه که من اون برادر ده باوری دارم ده، هم بچه اسلامی بچه روزگوی، میگه که مثلا شرایط هوای دیشتیوی تیلنوای بد ایده مثلا بچه کورا درس میتن، میگه شرایط چون به حد و از بینن انا همین مثلا تمام نمود خیر و زکات مال و فکر روزه را هم را دعوایو روی کنیم درست است یا نه؟ طالب علم است. نه 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 فولبین نه طالب علم. طالب علم طالب علم اگر فقیر و مسکین و قرضدار نباشدم، علما رحمت الله علیه میگن که به زیر کلمه و فی سبیل الله میدراید. والاذکیاء من الطلبه هم الذین یستحقون. لیکن یک شرطش است، ذکی باشد. ذکی یعنی آدمی زیرک باشد. طالب علمی که یعنی که علم خوانده فهمیده، اسلوبی یعنی که فهمیش دارد، یعنی که ابله نباشد. مقصد این که ذهنش کند نباشد، بی فهم نباشد. میگن شیخ محمد علی ابن عبدالودود هاشمی یک نظم دارند، میگن که من واجب الاسلام جمع مالی تقضى به حقوق بیت المال ان لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من الموسوم بحسن ادراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق كل ذين حجروه حجرا كيف يأخذ عليه أجرا ذكره المواق في الإيداع فانظر تجده يوم يدع الداعي. من واجب الاسلام جمع مالی، از واجبات اسلام یعنی اسلام واجب میکند، حتمی میکند جمع کردن مال را. باید مال جمع کرده شود، چون که مال در سوره نساء آمده است که قوام حیات دنیا، یعنی آباد کننده حیات دنیا این مال است. مال یعنی کل ما له قیمه. مال گفته، حالی بعضا سوال دارن که پول چیست و مال چیست. گفته مال کل ما له قیمه، هر چیزی که قیمت دارد، هر چیزی که نرخ دارد، قیمت دارد، یعنی هر چیزی بی ارزش نه، هر چیزی که ارزش دارد و این مال است. و سبب مال نامیده شدگیش لان النفوس تمیل الیها، چون که نفس ها به سوی مال مایل دارد. نفس به سوی مال مایل دارد. در کجا آدمی مالدار باشد یا مال باشد به همون طرف همه مایل دارد. ببینید که در یک جا آدم های زیاد جمع شدگی همجا چی گپی هست، یعنی به سوی مال مردم مایل دارند، سبب مال نامیده شدنش. از جمله واجبات اسلام جمع مال است، برای آنکه بی مال ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم از روز اول اسلام تا روز وفاتشون همیشه با مال اسلام پیش بردن، هم دعوت هم مال. دو طایفه آدم ها خدمت کردن، بعضی آدم ها با جان و قوتشون و علم و هنرشون، بعضی آدم ها با مالشون. از واجبات اسلام جمع مال است، با آن حقوق بیت المال ادا کرده میشد. بیت المال خانه هست که در آنجا مالی عمومی مسلمان ها جمع میشد. در آنجا منبعهاش هر خیل است، از جمله منبعهاش زکات است. و از هر یک سرچشمه ها مال جمع کرده آورده در بیت المال گذاشته میشد. سپس از بیت المال به آن جایهایی که شریعت به آنها حقوق داده است، حقی از بیت المال خوردن دارد، به آنها مزد داده میشد، نفقه کرده میشد. ان لم یکن که حامل علومی، از همه آدمی سزاوارترین آدم به پول بیت المال حامل علوم، آدمی که علم ها را میبردارد، دارنده علم ها.
فرض الکفایتی من الموسومی، این آدم‌ها از آدم‌ها فرض کفایه برداشت می‌کنن. بارها گفتیم کسی اگر در داخل یک شهر علم تفسیر نداره همه گناهکار میشه، علم میراث نداند همه گناهکار میشه، علم مصطلح نداره همه گناهکار میشه، اصول فقه نداند همه گناهکار میشه. یک آدم عقل داند گناه از همه برداشته میشه. بنابراین ما برای این آدم پول میتیم تا اینکه گناه از سر ما بردارد و این چنین برای ما از این علمی که دارد بهره مند کنه. خب بحسن ادراک مع السریره، شرطی همین طالب علم چه باشه؟ ادراکش خوب باشه، درک کنه درس، فهمد. یعنی آدمی بیفهم نباشه، 10 بار فهمید و نفهمد و بیفایده و بگذار رفته کلام زنه در سهره. بحسن ادراک مع السریره، مع السریره نیتش ناز باشه، نیتش برای جمع مال، برای شهرت، برای آبرو، برای وظیفه، برای خوردن مال مردم، با این نیت ها علم نگیرد. ادراکش خوب باشد، نیتش خوب باشد. و طیبی فی سجیه مسیره، آداب و اخلاقش هم خوب باشد، و مردم معامله خوب داشته باشد، خوش معامله باشد. یعنی هم نیتی نیک داشته باشد، هم فهمی درست، هم اخلاق نیک داشته باشد. و من خلا من هذه الاوصاف منیعه لفقد الاتصاف، کسی که از همین وصفها خالی ماند، همین وصفها در او دیده نشود، منیعه، از پول بیت المال منع کرده میشد. لفقد الاتصاف، برای آنکه در او صفات‌های یعنی طالب علم حقیقی یافت نمیشد، گم شده است، بنابراین داده نمیشد. بل طالب العلم بتلك المرتبه خالی من المصلحه المجتلبه، بلکه در همین حالت طلب علم کردن از فایده خالی هست. یعنی در این حالت یا مثلا آدمی که فهمش نیست، برای او الله تعالی تن و جان سالم داده است، قوت داده است، لیکن فهم نداده است، یا فهم دارد و اخلاق بی‌زیب دارد، با مردم معامله کرده نمیتونه. این هم یکی از وصفای طالب علم گفتیم. یا اینکه نیتش ویران است. با این سه وصف اگر نباشد طلب علم نکند، بلکه طلب علم کردن با این صفات ها از فایده خالی هست گفتیم. ولی هو من تکلیف ما لم یطق و عبث فی فعله و المنطق، یک بیهوده کاری هم از روی عقل و هم از روی منطق، و کل دین حجروه حجرا کیف یاخذ علیه اجرا، خیلی برای یعنی که کاری که سزاوار نیست، یعنی به نام طالب علم سزاوار نیست، خیلی پول میگیرد. ذکره المواقع فی الایداع، مواقع که از صاحب مختصر خلیل است. ذکره المواقع فی الایداع، مواقع در کتاب ایدا، یعنی در همین مختصر خلیل در باب ایدا، باب امانت گذاری در اونجا آورده است. فانظر تجده یوم یدعو الداعی، یگان روز اگر حاجت پیدا شد هم کتاب رو نگاه کن، کتاب مختصر خلیل باب ایدا و نگاه کن، همین مسئله های میابی. یعنی علما ذکر کردن که طالب علم از بیت المال حق دارد. این گپا برای چی گفتیم؟ یعنی اگر رفت تو بیت المال نباشد مثل حاضر زمان، بعد مجبور هستیم که از پول زکات میدیم، برای آنکه ما به این خیلی آدما نیاز داریم. بله استاد جان بخشش و یک طالب علم نیست، گدیتا یک کمش ده 20 بولو هایا انا همو استاد سین هم برادر گفته که همین طالب علمو هست که هم بچه ها اوتوهاشون مقصد ثروتمندن، مقصد یاردم نمیکنن که ما اگر بگیم با میگن که شما دین خدا را میفروشین، اکی آدمی باوری نوشه گفته که هم بچه‌هایی که مقصد خیر میکنن مثلا و جو آرنده گرفتگان هم خورد و خوراک و اینمی آرنده جو پلیس سوید کمونال همیو را میگه اینکده زور مونا میرسه. اینا گجان طالب علم است. ایو در ای روسیه نیستن، در ترکیه هم توجیکو درسی شریعتی میخوانم. اکو جان من راستیش هم برادر دارم، بسیار باوری دارم، باوری ده بچه روزگوی وای. بله درست میشه اونا کار نمیکنن. اصلا آدمی که جوان باشد و امکانیتی کار کردن داشته باشد وای زکات داده نمیشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دو جوان آمد و ما زکات گفت، پیامبر اسلام یک چشماشون رو بالا کردن و به قد و قامتاش نظر کردن با پایان کردن. بعد گفتن که اگر شما
از جمله می 8 نفر باشتم من میتیم زکات. لیکن یک چیز خوب دانستم که در این مال یعنی در مال زکات به آدمی غنی بای پولدار و آدمی مکتسب کسب کرده میتواند. از هم تو برای سحر مردی کاری کرده تا بگونی برای همین روزه کفایتتان پول یافته مونده میتونید. برای همین آدم زکات نیست گفتم. لیکن برای طالب علم برای چی جوان باشدم کسب کرده میتواند پول کار کرده میتواند و ما زکات میتیم برای آن که وای اگر به کار و کسب مشغول شد علم گرفته نمیتواند و دیگه زمانه همین خیلی شده است. اگر شرایط پیدا کند و یک دکان کرده ماند و برای دکانش برای اجاره دهد بعد همون پول اجاره که زندگی کرده گردد آینده میشد مثال یا همین خیلی اگه کسب کرده ماند و به مردم محتاج نشود خوب است. بله زنده چه داگری همون زکات مال فطر روزه همه را دعوایو گویی کنیم جلو که درست است. رحمت خدا.